بسیاری از هواداران شاهزاده رضا پهلوی طرفدار نظام جمهوری هستند. این رو شما در مردم ایران می‌بینید، در همین تکاپویی که در 24 ساعت گذشته در راه افتاده در شبکه‌های اجتماعی می‌بینید. آیا همه مردمی که به خیابون‌ها میان طرفدار پادشاهی هستند؟ من اینطور فکر نمی‌کنم، اما عده زیادشون با وجود اینکه طرفدار یک نظام جمهوری هستند، بسیاری از هواداران شاهزاده رضا پهلوی طرفدار نظام جمهوری هستند. این رو شما در مردم ایران می‌بینید، در همین تکاپویی که در 24 ساعت گذشته در راه افتاده در شبکه‌های اجتماعی می‌بینید. آیا همه مردمی که به خیابون‌ها میان طرفدار پادشاهی هستند؟ من اینطور فکر نمی‌کنم، اما عده زیادشون با وجود اینکه طرفدار یک نظام جمهوری هستند. درود به شما. جاوید شاه شعار، یعنی رمز یک براندازی بزرگ شده و همه میتونن شعار جاوید شاه رو سر بدن، چون پادشاهی خواه که طبیعتا در سامانه پادشاهی به دنبال بازگشت پادشاهه، به دنبال بازگشت شاهه، و چه اون جمهوری خواه ملیگرا، همه میتونن این شعار رو بدن. من میخوام اینو بگم که جاوید شاه یه چیز فراتر از مسئله جریان حزبی یا جریان نگاه سیاسیه. درود به شما. جاوید شاه شعار، یعنی رمز یک براندازی بزرگ شده و همه میتونن شعار جاوید شاه رو سر بدن، چون پادشاهی خواه که طبیعتا در سامانه پادشاهی به دنبال بازگشت پادشاهه، به دنبال بازگشت شاهه، و چه اون جمهوری خواه ملیگرا، همه میتونن این شعار رو بدن. من میخوام اینو بگم که جاوید شاه یه چیز فراتر از مسئله جریان حزبی یا جریان نگاه سیاسیه.